امت‌ها چگونه ساخته می شود؟ در حقیقت تمام امت و خلق اونها به خون ساخته می شود و در این جا نیست جای برای گریه کردن. در بین مؤمنان مردانی هستند که عهد کردند به الله، بین آنها هست که آنها به عهد خود وفا کردند و شخصانی هستند که انتظارند شهادت را و به هیچ حالت عهد خود را دیگر نمیکنند و دین خود را عوض نکردند و اخلاقشان هم عوض نکردند و تبدیل نکردند به هیچ چیز استواریشان، اما آنها به الله نزدیک شدند و جان خود را به الله فروختند. این جان از آن الله است، نه وابسته زنده یا مرده، سرونده یا فقیر، عالیه یا پست. برای چی انسان ایره عالی شده نمیتید؟ برای چی انسان جان خود را نمیتید؟ عقلدار ویایی که تیاری میبیند به روز فردا. عقلدار همانه که تیاری میبیند به حیاتی ابدی. عمیر گفت یا رسول الله، والله اگر من زنده مانم تا این خرما را خوردن، این حیاتی درازی می شود. این را گفته و این خرماش را پرتافت و درآمد به جنگ تا به هلاکت رسیدنش، تا قتل شدنش. و دیگر گفت وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواست غنیمه های خربی را به اعرابی دادن، اعرابی گفت به پیامبر والله من به تو پیرو شدم نه برای غنیمه ها، پیرو شدم برای آن که من بزنن به این جمع. گفته به حلقش اشاره کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر تو به الله حقگو باشی، الله هم به تو حقگو می شود. و اعرابی شمشیرش را گرفت و معرکه جنگ خودش را پرتافت و جنگ کرد تا به هلاکت رسیدنش. و نظر کرد پیامبر به جای قتل او و دید شمشیر به حلق او زده شدگی. گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم وای به الله صادق بود و الله به او صادق بود. تمام امت ساخته میشد با ریختن خون و با پاره شدن جسد قسمان. شما میخواهید آر و ناموس، آبرو، قدرت در زمین، پول نداده به این نرخ، به خون، به پاره شدن جسد، به جدا شدن دست و پا، شما چی را میخواهید؟ شما چی را میخواهید؟ پیامبر علیه السلام بهترین انسان در زمین در تاریخ و اصحاب رضی الله تعالی عنهم بهترین انسان بودند بعد انبیاء و مرسلین. اونا فهمیدن معنای همگی را و داخل می شدن به جنگ. در بسیار جنگ ها بعضی اونها قتل می شدن و بعضی اونها پاره می شدن و بعضی اونها اسیر می شدن و غالبیت به متقینا می شد.